الله چی میفرماید در مورد مرگ؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس میگه به تحقیق هر یک نفس چشنده این مرگ است، ذائقت است، اون میچشه مرگ را. هیچ کسی نمیتوانه از مرگ بگریزه، اگر شاه، اگر وزیره، اگر این که فقیره، اگر این که شیر میدانه، نمیتوانه از مرگ بگریزه. و جاءت سکرة الموت بالحق. خدا تو سوره قاف چی میگه؟ آیا ای کافران شما میتوانین از مرگ بگریزین؟ امروز مرد و زنی مسلمان در یک جا جمع شده، شراب میخورن، با هم رقص و بازی میکنن که اونجا غضب الله است. و میبینی که ناگهان آتشی میآید و آنها را میسوزانه، ناگهان زمین زیر میشوه، ناگهان تاریکی فرار میگیره. آیا فکر میکنین آن جوان میخواستن اینگونه بشه؟ آیا فکر میکنین آنها میخواستن بی توبه گذرن؟ آنها میگفتن بعدا توبه خواهیم کرد، ولی مرگ به ما و شما خبر نخواهد داد. فرزند ارجمند، فرزند شیرین من، مرگ به ما و شما نمیگه فرزند من روز دوشنبه تقریبا ساعت 12 که تو در حالت شراب خوری و زناکاری هستی، از اونجا فرار بکن، در روی جای نماز بشین، توبه بکن که آخرین لحظات عمر توست، آخرین دیدار با مادرت است، آخرین دیدارت با فرزندت، آخرین دیدار با دوستانت. و انا لله و انا الیه راجعون. دوست من توبه را سریع بکن، مرگ در دامن ما و شماست.